یوحنا باب 16. این را به شما گفتم تا که به وسوسه نیفتید. شما را از کنشتا خواهند راند و حتی ساعتی می رسد که هر کی شما را بکشد گمان کند که خدمت به خدا می کند. و این کارها را با شما خواهند کرد، چون که نه پدر را شناختند و نه مرا. لیکن این را به شما برای آن گفتم که هنگام رسیدن آن ساعت به یاد آورید که من به شما گفتم. و این را از اول به شما نگفتم، زیرا که با شما بودم. اما اکنون من نزد فرستنده خود می روم و کسی از بین شما از من نمی پرسد کجا می روی؟ ولی چون این را به شما گفتم دل شما پر از غم شد. لیکن به شما راست می گویم، رفتن من برای شما بهتر است، زیرا که اگر من نروم پشتیبان نزد شما نخواهد آمد و اگر بروم او را نزد شما می فرستم. و چون او آید جهان را بر گناه و بر عدالت و بر داوری ملزم خواهد کرد. بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند. بر عدالت، زیرا که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید. بر داوری، زیرا که میر این جهان محکوم شده است. باز بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، لیکن شما الحال آنها را نمی توانید بردارید. لیکن چون او، یعنی روح راستی آید، شما را به تمام راستی راهنمایی خواهد کرد. زیرا که از خود نخواهد گفت، بلکه هر چی می شنود آن را خواهد گفت و از واقعات آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، چون که از آن چی از آن من است گرفته به شما خبر خواهد داد. هر آن چی پدر دارد از آن من است. بنابراین گفتم از آن چی از آن من است گرفته به شما خبر خواهد داد. دیر نگذشته مرا نخواهید دید و باز دیر نگذشته مرا خواهید دید، زیرا که من نزد پدر می روم. بعضی از شاگردانش به یکدیگر گفتند: چیست که او به ما می گوید؟ دیری نگذشته مرا نخواهید دید و باز دیری نگذشته مرا خواهید دید و من نزد پدر می روم. و آنها گفتند: این چیست که او می گوید؟ دیری نگذشته، نمی دانیم چی می گوید. عیسی چون دانست که می خواهند از او بپرسند، به آنها گفت: آیا به یکدیگر در این خصوص سوال می دید که من گفتم دیر نگذشته مرا نخواهید دید و باز دیر نگذشته مرا خواهید دید؟ به راستی به شما می گویم شما گریه و ناله خواهید کرد، لیکن جهان شاد خواهد شد. شما غمگین خواهید شد، لیکن غم شما به شادی مبدل خواهد شد. زن هنگام زاییدن غمگین است، چون که ساعت وی رسیده است. لیکن چون کودک را زاید غمش را فراموش می کند به سبب شادی آنکه آدمی در جهان تولد یافت. شما نیز الحال غمگین هستید، لیکن باز شما را خواهم دید و دل شما شاد خواهد شد و هیچ کس نمی تواند آن شادی را از شما بگیرد. و در آن روز از من چیزی نخواهید پرسید. به راستی به شما می گویم هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چیزی طلب نکرده اید، طلب کنید تا بگیرید و شادی شما کامل گردد. این چیزها را با مثلها به شما گفتم، لیکن ساعت می رسد که دیگر به شما با مثلها حرف نمی زنم، بلکه از پدر به شما گشاد و روشن خبر خواهم داد. در آن روز به اسم من طلب خواهید کرد و من به شما نمی گویم که از پدر برای شما التماس خواهم کرد، زیرا که خود پدر شما را دوست می دارد، چون که شما مرا دوست داشته اید و شما ایمان آورده اید که من از جانب خدا آمدم. من از جانب پدر آمدم و به جهان وارد شدم، باز جهان را ترک می کنم و نزد پدر می روم. شاگردانش به او گفتند: اینک اکنون گشاد و روشن سخن می گویی، نه با مثلها. اکنون دانستیم که تو همه چیز را می دانی و حاجت نیست که کسی از تو چیزی بپرسد. از این رو ایمان می آوریم که تو از جانب خدا آمده ای. عیسی به آنها جواب داد: الحال ایمان می آورید؟
اینک ساعت می رسد و الکی رسیده است که شما پراکنده شده. هر یک سوی خانه خود می روید و مرا تنها می گذارید. لیکن من تنها نیستم، زیرا که پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا که در من آسایشتگی داشته باشید. در جهان غم و کلفت خواهید داشت، لیکن دلیر باشید، من بر جهان غالب شدم.